مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم میگه که منم دالشونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و از همه مهمتر سالم و سرحال باشید که هیچ چیزی تو این دنیا با ارزشتر از سلامتی نیست. چند ساعت پیش ما آخرین ویدیو خودمون رو در یوتیوب رسانه پشت پرده منتشر کردیم در خصوص ماجرای کلاهبرداری خواهر و داماد مرحوم علی انصاریان از ارث و ثروت علی انصاریان که به مادرش رسیده بود و بعد از اون با یک کلاهبرداری ریزی از مادرش گرفته شد، حالا به زور یا چیزای دیگه‌ای به خواهر علی انصاریان و دامادشون رسید. این قضیه سر و صدای زیادی کرد، خیلی راجبش صحبت کردن، خیلی اومدن گفتن بابا این امیرفرین شروور میگه اصلا همچین چیزی نیست، نمیدونم مادرش اومده مصاحبه کرده گفته که دامادمون و دخترم منو همش سندی داری مدرکی داری رو کن. من پرانتز باز بکنم دوستان، ما توی رسانه پشت پرده اگه سندی نداشته باشیم، اگه مدرکی نداشته باشیم راجع به موضوعات صحبت نمی‌کنیم. خیلی وقتها وقتی من یه سری سوژه ها رو میام راجع بهشون افشاگری میکنم دروازه‌بانی میکنم، یعنی سعی میکنم که از زوایای مختلف کمترین خطر رو برای منابعی که به من خبر رو میدن رو داشته باشه و از اون طرف اگرم راجع به اون آدم ها میخوام افشاگری بکنم خیلی مراقبم که بعد از افشاگری من آسیب جدی نبینن. حالا میرسیم به ماجرای مرحوم علی انصاریان و این خانوادهش که اینجا بهشون صحبت میکنیم، اما یه مثال برای شما بزنم. مثلا خیلی از فوتبالیستا هستن که من حتی فیلم سوپرشون هم میرسه دستم، حتی نمیدونم 1000 تا کثافتکاریشون هم میرسه دستم، ولی فکر میکنم که ما با بیرحمی تمام این اطلاعات رو پخش میکنیم. نه، اینطوری نیست. ما سعی میکنیم که بررسی بکنیم ببینیم اون آدم کلاهبرداری هست، ببینیم که اون آدم ریا میکنه یا نه. اگه علنی بیاد بگه آقا من اصلا 10 تا دوست دختر دارم، اون که دیگه بحثش شده است، من اصلا راجع به افشاگری نمیکنم چون ما خط قرمز اون ریاه. وگرنه من دروازه‌بان دادن و کردن آدما نیستم. هر کسی آزاد هر کاری دلش میخواد بکنه. نه ما مأمور امر معروف و نهی از منکریم، نه ما مأمور بهشتیم، نه ما مأمور جهنم. اما من بر خودم واجب میدونم و اصلا با همین نیت دارم برنامه پشت پرده رو جلو میبرم که آدم‌هایی که ریا میکنن و آدم‌هایی که دروغ میگن و با این دروغ و ریایشون سر بقیه رو کلاه میذارن راجبشون افشاگری بکنم. حالا بگذاریم، فقط این مقدمه رو گفتم برسم به این قضیه که خیلی اومدن گفتن آقا راجب علی انصاریان سند نشون بده. ببین من خب به هر حال علی انصاریان از دوستای خیلی خوب من بود، خدا بیامرزتش. خیلی از چیزا رو من سعی میکنم که دروازه‌بانی بکنم، اما من دیدم که حتی خانواده علی انصاریان اومده گفت چند تا استوری گذاشت آقا اگه چیزی دارید بگید، نمیدونم دوستای علی گفتن اگه سند داری بگو، منم نکن باش عجله نکن. تو طول این ویدیو هم وایس مادر علی انصاریان رو پخش میکنم که اومده بوده گفته بوده که دامادم و دخترم گفته بودن که منو میخوام با نارنجک بتره کنن و اینا، که جلوتر پخشش میکنم. همین سری سند و مدرک‌ها به شما نشون میدم که متوجه بشید که چجوری ثروت علی انصاریان بالا کشیده شده. تا انتها اگر این ویدیو رو ببینید کرکوپ رو پشمتون میریزه. اما قبل از اینکه من شروع بکنم لطف بکنید اگر کانال پشت پرده رو سابسکرایب ندارید لطف بکنید حتما سابسکرایب بکنید. من میبینم که ویدیوهای من حالا بدون اجازه چیزهای مختلفم تو اینستاگرام جای مختلف میذارن، حالا اگه لطف بکنید از یوتیوب ببینید یا حداقل ذکر منبعی بکنید جای دوری نمیره و لایک هم بکنید ممنون میشم. سابسکرایب هم حالا زیاد زمان نمیبره. برسیم به افشاگریمون. تو ویدیو قبلی سری نکات و جزئیات رو نگفته بودم اما حالا میگم. علی انصاریان خدا بیامرز قبل از اینکه حالا فوت بکنه، حالا مثل خیلی از آدم ها همزمان 2 تا دوست دختر داشت. یکیشون اسمش مریم بود، حالا مریم صداش میکنه، یکیشون اسمش ویدا بود، ویدا صداش میکنه، یه چیز دیگه. حالا خب تو عام دوستا و رفقای صمیمی علی به اسم مریم و ویدا اینا رو میشناختن. حالا از چنگای با این بود موقعی که علی انصاریان مریض میشه و این اتفاقات براش میفته، گفتم تو ویدیوی قبلی، اول میره پیش خواهر دامادشون که متخصص پوست بوده، حالا یه سری از عکسام گذاشته بودم راجبش، حالا جلوتر به اینا میپردازیم.
باعث داروها براش می‌نویسم اما اثر نمی‌کنه و وقتی که با 80% درگیری ریه به بیمارستان میره مریم باش بوده. حتی فرم رضایت بیمارستان رو هم به اسم مریم پر میکنه. ببینید خودتون متوجه میشید اینا اینجا امضای مریمه هست. اینجا من موضوع تکون میدم ببینید، یکم میتونم زوم بکنم. حتی فاطمه خواهر علی انصاریان هم امضا میکنه که این جانب علی انصاریان اجازه معالجه عملش و آدرس فلان رو میدم و درخواست همراه دارم و همراه من اینا پایینش با دستخط خودش نوشته که من درخواست همراه دارم علی انصاریان. مریم هم جورش امضا کرده و انگشت زده که میبینید این رضایت داده. خواهرش هم امضا کرده که همراهش مریم باشه. اما کنار مریم علی انصاریان یه دونه دوست دختر دیگه هم داشته به اسم ویدا. بعد از اینکه 3 روز علی انصاریان تو بیمارستان بوده و خواهرشون و دومادشون بعد از اینکه حال علی بد میشه مریم رو از بیمارستان بیرون میکنن، حتی لحظه‌ای که میخواسته مریم از بیمارستان بره بیرون کیفش رو میگردن که مبادا چیزی بدزده، انگار مثلا گاف صندوق تو اتاق بستری بودن علی. تو همون روزهای آخر که مریم بوده ویدا هم سر میرسه که حتی علی این دوتا رو که با هم دیگه میبینه کپ میکنه. به حال رسانه‌ای شده و ماجرای بستری شدنش و اینا دیگه نمیتونست در بره بیمارستان دیگه یا مثلا اینو بپیچونه. علی مریم و ویدا رو تو بیمارستان میبینه کپ میکنه و سعی میکنن که مریم و ویدا با اونجا با هم کنار بیان، گیس و گیس کشی نکنن، شرایط حال و شرایط روحی علی رو درک میکنن، خیلی ریلکس برخورد میکنن. علی هم اونجا کرکوپرش رو میریزه که مثلا این دوتا چقدر با هم دیگه سازش کردن. مریم که از بیمارستان میندازن بیرون، ویدا یک سری هزینه ها رو برای بیمارستان انجام میده و بعد از اون خانواده علی انصاریان یعنی هم مادرش هم دامادشون هیچ پولی به مریم و ویدا نمیدن. من نمیخواستم ماجرای ویدا رو باز بکنم دیگه، فقط حالا تو ویدیو قبلی اومدم یه گذرا برم، اما وقتی میبینم آدما اصرار میکنن و میگن آقا سند نشون بده، من دیگه مجبورم این پرونده رو بازش بکنم. و وقتی بازش بکنم این باز شدن پرونده میگن آقا با علی آبروی علی بازی که آقا خودتون اصرار میکنید من جزئیاتو بگم. اگه جزئیاتو بگم خب یه دفعه فکر میکنید که دارم آبروبری میکنم یا پرده دری میکنم. نه اینجوری نیست. قطعا خود مرحوم علی انصاریان هم دوست داره که همه چیز برای مردم شفاف بشه. خدا رحمتش بکنه. خلاصه مریم میره شکایت میکنه جدا، ویدا هم میره جدا شکایت میکنه، هر دوتاشون. و از اون طرف مادر علی انصاریان وقتی که این شکایت ها میاد سمتش، بهتون گفتم قبلا تو ویدیو قبلی هم گفتم این نمیخوام جزئیاتو بگم و مجبورم، روغن از دستش نمیشه، یعنی انقدر آدم خسیسیه به کسی پول نمیده. بهتون گفتم مراسم 7 و 40 علی انصاریان حتی یک قرون هم پول نداد و حاضر نشد هیچ کدوم از طلبهای علی رو پرداخت بکنه و انتظار داشت تمام ثروتی که هلوش 20 میلیارد تومان بوده، حالا اونجوری عنوان شده خیلی بیشتر از اینها بوده، فقط خودش داشته باشه. مطالباتی که از سینما گرفت، نمیدونم قراردادایی که علی داشت و بعد پولش بهشون پرداخت نمیشد، حتی طلبایی که از باشگاه داشت، باشگاه لطف کردن طلبا رو دادن، با اینکه معمولا بازیکن‌ها رو بهشون طلباشون رو نمیدن، مثل باشگاه استقلال، مثل باشگاه پرسپولیس، ولی خب طلبا رو به خانواده انصاریان دادن. بعد از اون مادر علی انصاریان اومد چیکار کرد؟ اومد به صورت سوری تمام اموالی که ارث رسیده بود از علی انصاریان بهش زد به نام دخترش فاطمه که به دادگاه اعلام بکنی که هیچ پولی نداره، که این دخترها که به عنوان دوست دختر علی بودن و علی رو به عنوان دوست داشتن و براش خرج کرده بودن، رفتن توی دادگاه و شکایت کردن چیزی دستشون رو نگیر. و حتی برای این قضیه رفته بود استشهاد پیدا گرفته بود و چیزهای مختلف. ببینید این دادگاهی هستش که زهرا و سادات غیبی که همون ویدا داستان ماست شکایت کرده. من تصویر یه ذره بزرگم میکنم ببینید، چون که گویا دوستان باورشون نمیشه، بعد حتما سند نشون بدیم. شماره پرونده است، تنظیمش هست،
تاریخ شکایتش هست، میتونید برید ببینید. اگه فکر میکنید علی 2 تا دوست دختر نداشته، خب یه لطفی بکنید توضیح بدید که این مریم کی بوده. دوستایی که فکر میکنن که علی 2 نفر نداشته، اولا این مریم کی بوده که گفته که همراهش میخوام باشم؟ نمیدونم آدم تو خیابون نبوده که علی بخواد به عنوان همراه خودش اونجا امضا بکنه. 2 پس این خانم زهرا سادات غیبی کی بوده که همون ویدا همه میدونن؟ من سوالی رو میپرسم که جوابش همه میدونن، همه اون کسایی که نزدیک علی بودن، خانواده فوتبال میدونن، خانواده سینما هم میدونن. خواهرم کی میشه؟ خانم اشرف السعادات شاه ولایتی که میشه همون مادر خدا بیامرز مرحوم علی انصاریان و فاطمه انصاریان. خب کی گفته که مطالبه وجه کرده بوده، مطالبات خسارت دادرسی کرده بوده، مطالبات خسارت تأخیر بوده. یعنی چی؟ یعنی اومده بوده گفته که آقا من این رسیدار رو دارم، این خرجا رو کردم، به پول منو بدید. و شکایت کرده بوده. حالا توضیح هم داده، من میتونید بعدا تصویر رو استوب بکنید و ببینید، اسم قاضی هم هست، همه هستن. بعد از اون که این اتفاقات افتاد و این شکایت ها صورت گرفت و حالا این چند روز هم خبر رسیده بوده که مادر علی انصاریان رو تهدید کردن، فاطمه انصاریان همون ف الف و الف حامد اجدری. این ویدیو اومد استوری گذاشت، ببینید این هم پیج اینستاگرامشه، ببینید. و تو متنش نوشتش که آخ خدا جونم مرسی که همیشه بزرگی تو به هم ثابت کردی. اینم جواب تمام کسایی که تو این چند سال با قضاوتاشون، نامردیاشون و تهمتاشون اشکمو در آوردن و جیگرمو خون کردن، و کسایی که میگفتن اگه راست میگی چرا مصاحبه نمی‌کنی، و همیشه میگفتن صبر میکنم و سکوت میکنم چون واگذارشون کردم به خدا جدم، و امروز طبل رسوایشون از سمت خدا به صدا در اومد. اینم جواب صبوری من الان چهره پوربخش دیدنیه که نفرینم تا ابد به دنبالش هست. و پوربخش هم منظورش همون مجتبی پوربخشی هستش که مجری قبلا صدا و سیما بود، مجری که الان اخراجش کردن. ببین این مجتبی پوربخش هم جالب داستانش، اینو هم به شما بگم، دنیا دار مکافات. و خلاصه این استوری بوده که گذاشته بوده، چون میدونم مجتبی پوربخش هم این ویدیو رو میبینه و دیدم جدیدن هم با علی انصاریان با علی کریمی هم مصاحبه کرده بوده. آقای مجتبی پوربخش چند وقت پیش اومدی استوری گذاشتی و مثلا حالا یکی از مجریهای صدا و سیما رو مسخره کردی، خودت میدونی کیو میگم، عکساشو گذاشتی، همون آدم برای تو موقعی که ام اس گرفته بودی و صدا و سیما اخراج شده بودی برای تو پول جمع کرد، خودت هم روحت خبر نداره. حالا بگذاریم، حالا میای گردن میگیری یا نمیگیری مهم نیست، اما خودت تو همون آدمی بودی که حتی به من حمله کردی و به بقیه حمله کردی و گفتی که نمیدونم اینا همش دروغ بوده، علی دوست دختر نداشته، علی فلان نداشته، نمیدونم زندگی مردم هم اونو حرفای اون چون قشنگ بود باور میکردن. و این موضوعاتی که من قبلا هم راجعش صحبت کردم که مادر علی آب دستش نمیشه که و پول بیمارستان نداده، پول مراسم هفتم نداده، پول مراسم چهلم نداده، اومدید به من تهمت زدید. حالا این ویدئویی که گفتم دیگه، ویدئو اسمش ویدا غیبی، اما خب توی اینم تصویر شکایتش بوده به اسم خانم زهرا سادات غیبی، اسم ویدا خیلی دوست نداشته حالا چون سادات و اینا، اما اونجا هم که گفته بوده به جدن منظورش همون سادات بود. این هم پرداختی هایی بوده که این خانم زهرا سادات یا همون خانم ویدا توی بیمارستان انجام داده. کنار اون مریم مثل هزینه‌ها کرده بود، رسیدای اونم دارم، ولی یه ذره دوباره فشار بیاد اونم پخش می‌کنه. و از اون طرف این جالبه، مادر علی انصاریان وقتی که ویدا میره شکایت میکنه، بهتون گفتم دیگه، میره و یه استشهادیه میبره دادگاه با 2-3 تا شاهد، میگه آقا نه من پولی دارم نه چیزی دارم، اصلا چیزی به اسم من نیست، برید استعلامات بگیرید و اصلا من هیچ پولی ندارم. ببین جالبه دیگه، چند نفرم امضا میکنن و اینجا پیوسته ابلاغ بوده. این اشرف السعادات شاه ولایتی میگه که من آدم مستمری بگیریم و تمکن مالی رو ندارم و قادر به پرداخت چیزی نیستم و این مبلغ 50 میلیون هم نمیتونم بدم. و از اون طرف هم ناصر محمدخانی و مهدی نمیدونم کی زیاد اسمش
معلوم نیست، مهدی حدادپور و خیلی از آدمای دیگه‌ای که نزدیکش هم بودن، حالا 4-5 نفر دیگه بودن، میان امضا میکنن که آره هیچ پولی نداره. چرا؟ چون ویدئوهای یه سری سند و مدرک داشته. مثلا اینجا حالا این یکیشون این بوده که ماشین داده بوده به علی انصاریان و این برگشت بوده و حتی پولای دیگه‌ای که ریخته بوده، نمیدونم رسیدای دیگه. حالا بعضی شاید بگن که آقا این چرت و پرتاش اینا کجا میدن؟ بله بفهمید، اینم نامه‌ای بوده که به دادگاه ارائه شده بوده که گفته بوده بر اساس مستندات ارائه شده از سوی خواهان وجه واریزی به حساب آقای انصاریان بوده دیگه، مثلا 6 7 40 میلیون 20 میلیون 20 میلیون 70 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 1 میلیون 15 میلیون 40 میلیون 60 میلیون 10 میلیون 10 میلیون 70 میلیون 50 میلیون که مجموع همه این عددا حالا چیزی که اون شده 4 میلیارد تومان می شده که یه دستگاه خودرو هم بوده که اونم ارزشش حالا 700 میلیون تومان بوده اون موقع که به نام علی انصاریان صادر شده بوده. اینا تمام سند و مدرکایی بوده که عنوان شده بوده، ولی مادر علی انصاریان عنوان میکرده که هیچ پولی نداره که بیاد بده دیگه. یعنی کلا این قضیه رو پیچون که پوله رو نده. اومد تمام ثروت علی انصاریان هر چی به عنوان ارث بهش رسیده بود زد به حساب دختر خودش فاطمه انصاریان. فاطمه و دامادم گوش داده و دست گربه نامردی نکردن، تمام این ثروت رو کشیدن بالا. از اون طرف مادر علی انصاریان رفت تو دادگاه ونک شکایت کرد، اسم دادگاه هم میگه، و توی دادگاه نتونست به حقش برسه چون خودش در صحت کامل عقلی تمام اموال علی انصاریان رو به دخترش واگذار کرده بود و هیچ جوره نمیتونست ثابت بکنه چون خودش میخواست قانون رو دور بزنه. از اون طرف توی دادگاه دعوا میشه، کتککاری میشه، حتی دامادشون مادر علی انصاریان رو میزنه، میره پزشکی قانونی، اونجا هم شکایت میکنه اما دستش به چه بند نیست. از اون طرف بعضی اومدن گفتن که خب حالا اون که گفتی تهدیدش کرده چی شد؟ بفرمایید اینجا من وایس مادر علی انصاریان رو برای شما پخش میکنم که در خصوص دامادشون و دختر خودش این صحبت ها رو میکنه، همراه با بغض، میدونم تلخه اما خب فقط برای اینکه میخوام بهتون اثبات بشه که چه اتفاقاتی در پشت پرده افتاده مجبورم این سندا رو براتون پخش بکنم. دقیقه و ساعت شوهرش میگه بام میذارم، نارنجک میذارم، میام میترکونمتون. هر کی رو میخواد بترکونه بره بترکونه، میخواد محمد رو بترکونه بره بترکونه، میخواد بیاد اینجا منو بترکونه بیاد بترکونه. من وقتی عزیزم از دستم رفته علی کسی برام مهم نیست دیگه، ماندن من به درد میخوره دیگه تو این دنیا. من اصلا دیگه نمیخوام اینا بیان، اصلا بیان اینجا زنگ میزنم 110، چه فاطمه بیاد چه شوهرش. محمد هم تو بهش گفتم نه یا هر وقت گفتم بیا. حالا حوصله دیگه. اون بنده خدا محمد داداش علی اون بچه خوبیه و هیچ حاشیه نداره، گوشه داره زندگیشو میکنه و همسایه دیوار به دیوار مادرش هم هست. که ندارم مادر خیلی عزتم کرد. 1 سال و 4 ماه خورده داغن کمه این همینجور عزت میکنم، حوصله ندارم. همه جا رسیده گفته مامانم دیوونه است. تو عاقلی برو با عاقل‌ها. من دیوونه رو میخوای چیکار کنی؟ من دیوونم بذار به حال خودم باشم، با دیوونه چیکار داری؟ چرا میه مزاحم دیوونه میشی؟ برو با شوهر عاقلت. من دیوونم، حق اومدن نداره اینجا. هر کاری میخواد با برادرش بکنه، میخواد پول خسارت ماشین بگیره، هر کاری دوست داره، بره در خونه اون، بره پیش اداره اون. به من اصلا در خونه من نیاد. نه من حوصله فاطمه رو دارم، نه محمد رو دارم، نه حامد رو دارم. دست از سر من بردارن، من اصلا اینا رو نمیشناسم اصلا. بعد از این وایسه بود که حالا تهدیدهای دیگه ای هم کرده بوده و من به شما بگم که بعضی هی به من میگن آقا سند نشون بده، مدرک نشون بده. خب شاید بعضی وقتا من میخوام با اون افشاگری تلنگری به اون آدمو بزنم و یه شوکی به اون آدمو وارد بکنم که
فضا رو براشون هموارتر بکنم و فضا رو براشون بهتر بکنم که مشکل حل بشه، کاره بره جلو. اما این اتفاق نمیفته. بازم سند مدرک‌های دیگه‌ای هم دارم که بخوام حالا منتشر بکنم. مریم توی بیمارستان سری هزینه‌ها کرده بوده، سند مدرک‌های بیمارستان رو دارم که اینا پول بیمارستان رو نداده بودن، فلنگ رو بسته بودن، در رفته بودن. حالا در رفته بودن که نمیتونن توی بیمارستان همین راحتی در برن، اما بیمارستان گفته دیگه به هر حال علی انصاری آدم معروفه، نمیتونستن که پیکر علی رو ندن به خانواده‌اش تصویر. به هر حال آبروی بیمارستان هم بود، گفت آقا میدیم، حالا بعدش میریم یه جوری پول ازشون میگیریم که نداده بودن باز پول اونا رو. و تمام بدهی هایی که علی این ور اون ور داشته به هر حال این دینی بوده که روی علی مونده بوده با قابل توجه اون افرادی که میگن وارث بود. به هر حال این دینی که بعد روی علی بوده بعد پاس میشده و اینا ندادن. و کارما هم گرفت مادر رو دیگه. مادر به جای که بیاد 4 میلیارد تومان پول دوست دختره 1 میلیارد هم اون یکی دوست دخترش خرج کرده بوده، 5 میلیارد تومان پول این آدم هایی که برای علی خرج کرده بودن رو بده، اومد کل ثروت رو زد به حساب دخترش که اون 5 میلیارد رو نده. اونا هم کل ثروت رو کشیدن بالا. حالا هم تهدیدن گفتن نمیدیم و برو دنبال بازی تو. این صحبت ها. حتی من وایس علی انصاریان رو دارم، خدا بیامرز دیگه جایز نیست پخش بکنم، که راجع به دامادشون صحبت میکنه و میگه آقا داماد اون آدم درستی نیست و اگه میای تو خونه، دوست دخترش میگه که میای تو خونه لباس پوشیده بپوش که این بد نگاه نکن. این هم شده بوده داستان عجیب و غریب تلخ خانواده علی انصاریان. یعنی علی انصاریان تو طول حیاتش اونقدر حاشیه نداشت که بعد از فوتش این حاشیه‌ها داره براش رقم میخوره. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بودید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید، کانال پشت پرده رو لایک کنید، سابسکرایب کنید و برای دوستان خودتون ویدیو رو به اشتراک بذارید. ممنون از شما.